آپاي حدیثه با ҳами ҳарзагуиҳою беҳаёиҳот در دل مردان و زنان فاسق خطا کردی. فراموش کردی که زنی مسلمان و امتی پایامبری دلسوز، پیامبری که شب و روز برای ҳидояти مову شما دعا و گریه‌ها مکرد هستی. تا به کی نافرمانی الله میکنی؟ به خود بیا. با لباسهای تنگ و نیم برهنه در اینترنت خودنمایی کردن کاری زنان مسلمان نیست، بلکه کاری زنان فاحشه و به‌حیا است. این نه تنها به شأن و شرف خود تو ضرر رسانده است، بلکه اخلاق جامعه را فساد کرده ای. الله تعالی در آیه 31 سوره نور میفرماید و بگو به زنان مؤمنه که چشمان خود را پایان اندازند و عفت خود را حفظ کنند. این آیه نشان میدهد که حیا و پوشش شرعی، اطاعت الله و محافظت شأن و شرف انسان ولی چون این برهنه شدن نافرمانی الله تعالی می باشد. پایامباری خدا درود خداوند بر او باد میفرماید دو گروهی از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه زنانی هستند که لباس دارند اما لوچ هستند، مردان را به سوی خود جلب میکنند و خود هم میل دارند. آنها به بهشت نمی‌درآیند و حتی بوی آن را هم احساس نمی‌کنند. از این راهی که روانی عاقبتش وای است، بر بگرد، رو به سوی الله بیار و در غیر این منتظر عذاب دردناک الله باش.